ما ایرانی‌های مختلفی رو در نورت استار پیدا می‌کنیم. الان هم یکی از اونها که سن بالایی هم نداره و نسل زدی حساب میشه، پرهام فخری پیش منه. ایبونا ای آی رو میخوان کار کنن با دبی، با امارات و بزرگ بشن. پرهام سلام. سلام، خیلی ممنونم که اومدید، از وارفریم رو بازدید کردید. آقا به اون بگو ایبونا ای آی چیه، چیکار میکنه؟ ایبونا یک پلتفرم کمک آموزشیه برای بچه 13 تا 18 سال راهنمایی و دبیرستان که میاد دیتاها و داده هاشونو از سیستم آموزش پرورش بررسی میکنه و میاد نسبت به اونا تشخیص میده که این بچه چه استعدادایی داره، چه مشکلاتی داره، چه نیازهای خاصی داره. ممکنه بعضی‌ها اوتیسم داشته باشن، ADHD داشته باشن، بعضی‌ها نابینا ناشنوا باشن، بعضی‌ها حتی سبک حالا رفتار آموزشیشون فرق بکنه. بعضی‌ها ویژوال هستن، دیداری ان، بعضی‌ها احساسی ان. تمام این رو بررسی میکنه، میاد بر اساس اینا یک برنامه درسی برای اون دانش آموز میده. یعنی بچه‌ها همه یه امتحان رو قراره بدن، همه قراره یه درس رو بخونن، اما هر کسی متفاوت یاد میگیره. ایبونا میتونه تمام اینا رو تشخیص بده، برنامه درسی بده و دائما هم دانش آموز رو ترک میکنه و تشخیص میده که اگر پیشرفت کرده باشه بهش درس‌های پیشرفت تربیت میده، اگر ضرر کرده باشه، افت داشته باشه نمره هاش، میاد سیستم رو عوض میکنه و با یه سیستم آموزشی دیگه کار میکنه. آرام خودت چند سالته و شنیدم ترک تحصیل کردی؟ بله، من 19 سالمه، از 14 سالگی میشه قبل از دبیرستان، یک سال قبل دبیرستان دیگه مدرسه نرفتم. خانواده چالشی نداشت؟ خانواده خیلی چالش داشت، ولی خب واقعا نمیتونستم. من خودم ADHD دارم و توانایی این رو که من بخوام 7 ساعت بشینم یه نفر نگاه کنم حرف بزنه نداشتم، به شخصه مجبور بودم. پس این استارتاپ در واقع از چالشی که خودت داشتی مشکل پیش اومد؟ دقیقاً، من از اولش دنبال حوزه آموزش بودم درباره اینکه بخوایم یه تغییری ایجاد بکنیم، چون واقعا مشکل اساسی نه فقط ایران، کل دنیا این مشکل رو داره. ما امروز تحقیقات زیادی کردیم، شما دیتا رو دیدید. بچه‌های کل دنیا، حتی امارات، حتی دبی که اینقدر خفنه، از کشورهای دیگه دارن میان اینجا درس میخونن، مشکل دارن با سیستم آموزشی به خاطر اینکه قدیمی شده. 150 ساله دارن بچه‌ها همینجوری تو کلاس میرن میشینن. یه چیزی نیازه که بیاد جذابش بکنه. یادگیری چیز جذابیه. من خودم هر چیزی رو میخوام یاد بگیرم کلی فانه برام وقتی میرم تو یوتیوب میگردم. برای بچه‌های کوچیک‌تر ما باید همچین چیزی رو بتونیم فراهم کنیم. همونطور که میدونید ما امسال هم نمایشگاه جیتکس 2023 دبی و نورت استار اکسپندی که برای استارتاپ ها هست رو پوشش میدیم با یک تیم کامل در آپارات، نماشا، اینستاگرام من آرش سروری و همینطور در یوتیوب برای اولین بار. یکی از حامیان ما پیندو هست. پیندو بازار خرید و فروش امن و بی‌واسطه کالا و خدمات هستش که میتونید هم از سایتشون بازدید کنید با آدرس pindo.ir pindo.ir. اینستاگرامشون هم همینه و اپشون هم میتونید دانلود کنید. ممنونم از همراهی و حمایت پیندو. بچه ها تیمشون تقریبا 6 نفر، نصفشون 3 نفرشون اینجان و تهرانن. اسپانسر پیدا کردید؟ چجوری اومدید؟ فراینده باحال بود؟ ما هزینه ها کلا از جیب بوده، از جیب خودمون. حالا ما بچه‌مون هم چون فول تایم خودشون کار میکنن، چون ما حالا فاندی نداشتیم تا الان به درآمد نرسیده بودیم توی این کار، از درآمد خودمون گذاشتیم، از جیب خودمون اومدیم. یک شرکت ایرانی توی امارات، آریا گودز هولسیلرز، آقای حسین خانساری اومدن ما رو اسپانسر کردن. یه جورایی از طرف شرکتشون ما تونستیم رجیستر بکنیم، حمایتمون کردن، این فضا رو تونستیم ما بگیریم، چون از طرف ایران به خاطر تحریما نمیتونستیم خودمون قرارداد بنویسیم، پول انتقال بدیم. و اینکه یه لندینگ پیج بالا آوردن، پرزنتیشن دارن. اولین چیزی که سرمایه‌گذارا یا بازیکننده ازتون میپرسن چیه؟ یک محصول اولیه احتیاج دارن اول از همه که ما داریم تلاش میکنیم بهش برسیم، چون ما ایدمون نوپای، ما 2 ماه داریم روی این ایده کار میکنیم، هنوز بهش نرسیدیم، یه 3 ماه دیگه زمان میخواد. یه بحث دیگه هم این که آیا همچین چیزی اصلا احتیاجه، آیا بچه‌ها همچین چیزی رو میخوان، که بعد از تحقیقاتی که ما امروز کردیم، دیروز کردیم و داریم توی چند روز آینده میریم مدارس خود امارات، چه خصوصی ها چه دولتی ها میپرسیم، حد میزنیم که این طرفدار زیادی داشته باشه. تا الان که دیتا اینجوری نشون داده. من شب میبینم که آره حوزهشون ادویکیشن، آموزشیه، بعد آیدیا استیجن، یعنی در حد ایدن الان و همونطور که گفت 2 ماه شروع کردن. خوب پذیرش شدید؟ یعنی راحت بود؟ از طرف سرمایه‌گذار منظورتونه؟ ما 3 هفته حتی بعد از اینکه ددلاین ثبت نام توی جیتکس تموم شد تونستیم ثبت نام کنیم.
اما مدیر فروششون به خاطر اینکه دید کار ما قویه نسبت به بقیه ای ها یه مقدار ازمون حمایت کرد، گفتش که اوکی شما میتونید بیاید ثبت نام بکنید. چه اتفاقی بعد جی تکس براتون میفته به اون هدفتون رسیدید؟ ما حس میکنم از اون هدفی که داشتیم خیلی جلوتر رفتیم، چون زود وارد گود شدید. ما هدفمون این بود که بیایم اینجا یه سرمایه‌گذار پیدا کنیم و بیایم امارات و این رو بسازیم. الان اومدیم اینجا با سرمایه‌گذاری مختلف صحبت کردیم، دیدیم که موقعیت‌های خیلی بزرگتری وجود داره برای ما که بیایم از بخش پرایوت شروع کنیم و کم کم به سمت دولتی بریم. خیلی راهنماییمون کردن سرمایه‌گذاری مختلف، کلی آدمای خفن دیگه، استارتاپ‌های خفن دیگه آشنا شدیم که میتونیم یه بیزنس بین‌المللی از طریق با کمک اینا بسازیم. حالا تو ایران با سیستم آموزشیمون شاید جواب نده و فکر کنم بازار جهانی بهتر باشه. و نکته بعدی که تو مشکل خروج و پاسپورت و سربازی و اینا چیکار کردی؟ من اون زمانی که گذاشتم روی این که بتونم از کشور خارج شم، اگر روی این کار گذاشته بودم الان به درآمد رسیده بود. یعنی خیلی سختی کشیدم که بتونم از کشور خارج بشم. اگه بخوای پیشنهاد بدی به کسی که سنشون کمه میخوام بیان تو جی تک سال بعد، راحت سخته؟ به یک محصولی باید برسن بچه‌ها اول. اگر دیدن مطمئنن که محصولشون قابل قبوله، همچین هزینه‌ای رو بکنن، چون هزینه‌ها مخصوصا توی دبی اصلا غیر قابل باوره، یه چیز عجیبیه. به یه محصولی برسن، یه چیز قابل ارائه داشته باشن، یه تیم خوب داشته باشن، تجربه خیلی فوق‌العاده حتما پیشنهاد میکنم اگر فکر میکنن میتونن این زمان و این زحمت رو به خودشون بدن. آرزو موفقیت دارم. ان شاء الله. شما که ملاقاتمون کردید.